با سلام دیگر باره با بیننده عزیز رادیو آزادی بازم شالگل خوجه هستم برای شما و آماده برای معرفی کردن سرخط مهمترین خبرهای امروز هفتم ایون که روز پنجشنبه است. خوب شروع میکنیم از اون که شورای علمای اسلامی تاجیکستان روز برگزاری عید فطر را 15 ایون اعلام کرد. به همین ترتیب در رمضان امسال مسلمانان در تاجیکستان 29 روز روزه می‌دارند و عید فطر هم روز جمعه است. رسما عید رمضان در تاجیکستان روز استراحت اعلان شده است، هرچند بحث‌ها در این اواخر گرم شده است که در نهادهای دولتی با کارگران میگن که در این روز باید به کار برایند. رسولها نباید خستگی باشند. در تاجیکستان فعالیت شورای علمی پژوهشگاه تاریخ اکادمی علمی تاجیکستان که به نامزدان عنوان میدهد قطع گردید. 3 کار علمی این شورا را به صفت دانستند. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد میخواهد مناسبت در نسبت کودکان تاجیکی که از اردوگاه‌های عراق و سوریه به تاجیکستان آورده شدند تغییر یابد. این سازمان میگوید که کودکان گناه ندارند و جبر دیده هستند. این اظهارات یونیسف در حالی است که طی یک ماه اخیر 8 کودک تاجیک از عراق و سوریه به وطن برگشتند و در برنامه خبری صحبت مکمل در این باره به شما بینندگان عزیز پیشنهاد می شود. به عروس ربایی خاتمه بخشید. در قرقیزستان صدها نفر به ضد ربودن دختران با هدف ازدواج بعدی با آنها به کوچه برآمدند. این موضوع بعد کشته شدن دختری جوان اثنای عروس ربایی در آخر ماه می دیگر باره در این کشور آسیای مرکزی داغ شد. با شروع گرمی و موسم آبازی در جنوب تاجیکستان افراد نامعلوم اعلانهای آگاه کننده درباره منطقه‌های خطرناک برای آبازی را میکنند. چون این خرابکاری به کی در کار است و چی پیامد داشته میتواند موضوعی است که با آن در جریان برنامه خبری امروز حتما داخل میکنیم. با نزدیک شدن جام جهانی فوتبال در روسیه یک بخش برنامه خبری مربوط به همین چاره‌بینی خواهد بود. یک جا با شما میبینیم که دسته ایران که علاقه در روسیه است در کدام باشگاه مشق میکند، رئیس فیفا به افباشان چی مشورت داده است و البته تاثیر این چاره‌بینی را با کار و زندگی مهاجران تاجیک هم مطرح خواهیم کرد. و همین چند دقیقه پیش یک خبر دیگر هم برای ما رسید که در دوشنبه یک کارمند سابق دادگاه تاجیکستان را برای کشتاری همسرش بازداشت کردند. تفصیلات این خبر را شما میتونید در برنامه ما بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر بشنوید و برنامه ما طبق معمول در آزادی ویدیو که کانال مخصوصی ما در یوتیوب از پیشنهاد شما میشود پخش برنامه چون همیشه مستقیم است و همین گونه برنامه ما را میتونید در www.azadi.org نیز تماشا کنید که آنجا نیز همزمان برنامه ما طریق مستقیم پیشنهاد شما می شود و اگر نتوانستید که برنامه ما را مستقیما یعنی به طور زنده ببینید واقع نیست، ما ثبت آن را در شبکه‌های اجتماعی که آنجا رادیو آزادی صفحه های مخصوص را دارد تماشا کنید. خلاصه من شالگل خوجه بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر همه شما را چون همیشه در برنامه خبری منتظرم و باوری دارم که طبق معمول ما را تنها نمیگذارید.